قدرت واجب تعالی همین زمان در شهر مدائن جیان همین سعد ابن مسعود شخص با نام مختار ابن ابی عبید ثقفی در همون شهر مدائن قرار داشته است. این نوجوان مرد بز به سعد ابن مسعود به عمکش مراجعت کرد، گفت عمک جان یک فرصت بسیار خوب است برای خطا نزدیک کنی به معاویه، تا اینکه معاویه بعد که حاکمیت گرفت تو والی همین مدائن بگذارد، از وظیفه معزولت نکنه. گفت چی کار؟ گفت این حسن در دست ای، حسن دستگیر که به معاویه بسپار، به همین خلاص با آبرو عزت میشوی در نزد معاویه. گفت خاک در دهنت، خداوند را جوانی مرگ بکشه، ملعون، فرزند پیغمبر دست بسته و به دشمنش تسلیم کنم. من گفت دلم به همین خاک میسوزه که توری نوجوان مرد در بلاش میگردونه، کاش که خاک تر به قعرش میکشید. و همین مختار ملعون اندک پیشتر بتازیم حالت زمان شد که قصاص امام حسین طلب کرد، قصاص امام حسین بعد شهادت امام حسین. چند مدت حاکم کوفه شد، اخیر الامر به سزای عملش رسید. مصعب ابن زبیر فرزند حضرت زبیر این بدبخت اخیر به قتل رساند، اما تا زمان کشته شدنش خیلی خونها را ریزونده است، خیلی فتنه ها ایجاد کرده است. این مختار، این شخص با نام مختار کذاب در تاریخ معروف است، زیرا بر دروغ گفته بود که محمد حنفیه ما را والی خود تعیین کرده است، ما را وکیل خود تعیین کرده است. ببینید شخصی که از ابتدا چنین نوجوان مرد است بعدا اصلاح می شود؟ هرگز نه. همین مختاریه که ای قهرمانای اهل تشیع ای قصه کوتاه وقتی که امام حسن یه حالت دید، بعد از او که تبابت یافت دیگر دست دلش خنک شد، گفت با این قشون من جنگ کرده نمیتونم، با این بغیرت ها چی نو جنگ کنم. بعضی والی هاش خلوت به معاویه مکتوب نوشته و از او امان طلب کرده بودن، امان که اگر تو به ما امان بتی ما خدمت امام حسن را ترک میکنیم و با تو بیعت میکنیم. از همین خاطر امام حسن دید که اوضاع بسیار ناگوار است، اوضاع به منفعتش نیست، عقل سلیم خیش رو کار فرمود. گفت از این جنگ غیر از کشته شدن آل محمد صلی الله علیه و سلم دیگه چیزی حاصل نمیشه. از همین خاطر به معاویه مکتوب نوشت، گفت اگر شرط قیدهای ما را قبول کنی من از بحر همین ملکم گذشتم، از بحر همین دنیا را هم گذشتم، من به خاطر دنیای پلید راضی نیستم که خون مسلمان ها ریخته شود. معاویه وقتی که مکتوب امام حسن گرفت بسیار خرسان شد، دو شخصی را از اعیان اشراف از جمله عبدالله ابن عامر و عبدالرحمن ابن سموره را به نزدش فرستاد. گفت هر شرط قید داشته باشی من قبول میکنم. به این نمایندش گفت هر شرط قید کنه قبول کنه. آمدن نزد امام حسن، امام حسن شرط گذاشت، گفت با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی با نظری بد نگه نکنه. گفتن قبول. گفت حضرت علی پدرم در نزد من دشنام حقارت کرده نشود. گفتن قبول. گفت همه خزینه ای که در کوفه جمع اومده است مقدارش 5 میلیون بوده است، 5 میلیون دینار. همه 5 میلیون دینار من خودم میگیرم. گفتم بسیار خوب. هر شرط قید کرد همه را قبول کردن. بعد اومدن نزد معاویه. معاویه وقتی دید بسیار وقتش خشید، گفت به جنگ جنجال وقتی که این شرط قیدها حاصل میشه، وقتی که صلح و مصالحه حاصل میشه، نور علی نور است. قسم به خدا 5 میلیون اصول بسته. اگر 5 میلیارد هم که میگفت البته که ادا میکردم تا اینکه صلح شود. یکی از شرط های دیگری امام حسن این بود که گفت که همه
اندازی که از دارابجرد گرفته می شود، از شهر دارابجرد همین انداز به من سپریده شود. این شرطم قبول کردم. از همین خاطر در سال 41 هجری در ماه ربیع الاول امام حسن با معاویه ملاقات کرد و بیعت کرد با معاویه، یعنی حکم سلطنت و امارت همه را به معاویه تسلیم کرد اختیارا. یک واکنش بینهایت سخت واقع شد. حتی برادرش امام حسین قبول نکرد، گفت چی کاری کردی؟ اما امام حسن کلام بود، خورده بزرگا را احترام میکردن زمانهای پیش. تا گفت خاموش باش، تا چی را میداری؟ او شخصایی که محیب خاندانشان بدن به نزدش آمدن به دعوا. حتی یک نفر گفت السلام علیکم یا مسود وجوه المسلمین، سلام بر تو ای سیاه گرداننده روی مسلمانا، تو روی مسلمانا را سیاه کردی. اما امام حسن خدای تعالی یک حلم و یک بردباری بزرگ داده بودش. گفت برادر اسلامی ایگه پنگو، گفت زیرا من از پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که حضرت گفت این فرزند من گفت سید است و روز می شود که بین دو گروه کلان مسلمانان صلح می اندازد. حدیث امام بخاری روایت میکند در صحیح خیش از ابی بکر رضی الله عنه. ابی بکر میگه سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم و هو علی المنبر والحسن الى جنبه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه در بالای منبر بود، امام حسن در پهلوش. تصور کنید که حسن چقدر دوست می‌داشت. امام حسن در پهلوش در بالای منبر شنوند از حضرت ینظر الی الناس مرتن و ینظر الیه مرتن. بعضا به مردم نگاه میکرد، به مردمی که مسجد پر کرده بودن، بعضا به امام حسن به نبیرش، و یقول ابن هذا سید ولعل الله ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. حضرت گفت این فرزند من سیده، شریفه، و خدای تعالی توسط این فرزند من گفت بین دو گروه عظیم مسلمانان صلح برپا میکنه، جنگ نزاع بین مسلمانان را قطع میکنه به واسطه این فرزند من. و وقتی که امام حسن با معاویه رضی الله عنه بیعت کرد، صلح کرد، همین معجزه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بشارت رسول الله صلی الله علیه و سلم جامعه عمل پوشید. امام حسین وقتی این سخن شنید خاموش شد و دیگر مردم هم وقتی که این سخن شنیدن خاموش شدند، مگر قیس ابن سعد ابن عباده. قیس ابن سعد وقتی که امام حسن مکتوبش نوشت که من بیعت کردم، بیا ترم بیعت قبول نکرد، به هیچ وجه گفت. در بعضی کتاب‌هایی که ضعیف هستند سخن‌های زیاد آورده شده است، از جمله مکتوب معاویه به قیس ابن سعد و جواب قیس ابن سعد به معاویه، چنان سخن‌های وزنین میگن. متاسفانه بعضی مردم خوب نه که از هم جدا نکرده، تراخش که از هم جدا نکرده، همین را بعضی معرخو در کتاباش آوردن که در شأن صحابه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم این سخن‌ها زیبنده نیست، خاصتا در شأن معاویه و قیس ابن سعد که این دو از دههای عرب هستند، از داهیای عرب هستند. محمد ابن جریر طبری میگه در میان اعراب بزرگترین از روی عقل، از همه داناترین شو، زیرکترین شو 5 نفر بودن: معاویه، عمرو، مغیره ابن شعبه، قیس ابن سعد ابن عباده و عبدالله ابن بدیل. این همی 5 نفر: معاویه، عمرو ابن عاص، قیس ابن سعد، مغیره ابن شعبه،
و عبدالله ابن بدیل. دو نفرش از جانب حضرت علی جنگ میکردند، قیس ابن سعد و عبدالله ابن بدیل. عبدالله ابن بدیل در جنگ صیفین شهید شد، سردار میمنه لشکر حضرت علی بود. خب دو نفر دیگر طرفدار خود معاویه که خودش سردار لشکر بود، همراهش عمرو ابن عاص بود که وزیرش بود، وظیفه وزیری و وظیفه مشاوری را در نزدش ادا میکرد. اما مغیره ابن شعبه کناره گرفته بود، با هیچ کدومش آمیخته نشده بود. اگه تصور کنه که شخص با این بزرگی و با این دانشمندی به معاویه همیشه سخنوره میگه، از جمله همون شخص ابوالفرج اصفهانی گفتیم در کتاب اقوالیش نوشته است که گویا معاویه در مکتوبش می نوشته به قیس ابن سعد که ای یهودی، پسر یهودی، که پدرت هم یهودی بود، خودت هم یهودی هستی. در جواب میگه قیس ابن سعد می نوشته که مشرک، پسر مشرک و غیر و هکذاها سخنهای ناسزا که یگان تاش اصل ندارن، یگان تاش به حجت ثابت شدگی نیستن و در حق این دو بزرگمرد عاقل این سخنها را اصلا شایسته گفتار نیستن. برعکس معاویه مکتوب زیاد نوشت به قیس که بیا با من بیعت که. یه مرده گفت امیرالمؤمنین به من بیعت کرد، حسن تو چرا بیعت نمیکنی؟ گفت امیرالمؤمنین فکری خود چه داره؟ من فکری خودم، من با امیرالمؤمنین حسن بیعت کرده بودم، با تو نمیکنم. آخر الامر معاویه به نزدش یک مکتوب فرستاد، در آخر مهر امضای خود گذاشته شد. گفت چیزی دلت میکشه بنویس. پیشکی علاقه مهر امضاش گذاشته است که یا قیس یا جنگ نکنید، هر چی دلت میخواد بنویس در بولو ورقی سفید یوخی، چی طلب داری علاقه من اجراش کردم. قیس ابن سعد چی نوشت؟ اول شیعه علی، غرض از شیعه کلمه شیعه که امروز استفاده می شود نیست، یعنی که طرفدارای حضرت علی، کسی که هواخواه علی بود، کسی که هواخواه حسن بود، به هیچ وجه به هیچ صورت نه جزا داده شوند نه تحقیر کرده شوند. شرط اول امیر گذاشت. شرط دوم در حضور من گفت علی رضی الله عنه دشنام داده نشود. نه پول طلب کرد نه مال طلب کرد ای جوان مرد. معاویه گفت اوکی طلبی تا قبل است، این طلبی تا علاقه اجرا شدگی های. بعد از این بعد قیس ابن سعد چندین ماه پسر بعد میآید و با معاویه بیعت میکنه. همین طور خلافت به آخر رسید. زمان خلافت تمام شد، زمان ملک امارت سلطنت شروع شد. اولین امیر معاویه است. تا معاویه خلیفه ها بودن. خلفای راشد 5 نفر هستند. در اینجا اجماع اهل سنت و الجماعه الحمدلله. اول ابوبکر صدیق که 2 سال و 3 ماه خلافت کرده است. دوم عمر فاروق که مدت 10 سال و 6 ماه خلافت کرده است. سوم حضرت عثمان که 12 سال خلافت کرد. چهارم حضرت علی رضی الله عنه که مدت 4 سال و 9 ماه خلافت کرده است. و نهایت پنجم امام حسن که به قول اصح 6 ماه خلافت کرده است. در حدیث اومده است، امام ابو داود و امام ترمذی به اسناد صحیح از سفینه مولای پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنند که حضرت فرمود خلافت النبوتی 30 سنه، یعنی خلافت نبوت خلیفه های رسول الله 30 سال تا 30 سال ادامه میکنه خلافت. ثم یؤتی الله الملک من یشاء، بعد از او خداوند ملکش به کسی بخواه میده، یعنی بعد اون که خلافت نبوت تمام میشه. و وقتی که همین عدد رقم هایی را که برات بیان کردم جمع کنه 30 سالی پره میشه. زیرا که حضرت ابوبکر صدیق در ماه ربیع الاول سال 11 هجری بیعت کرده بود، خلیفه شده بود.
امام حسن ماه ربیع الاول سال 41 هجری با معاویه بیعت کرد، یعنی خلافت سپارید. از ربیع الاول تا ربیع الاول، از سال 11 تا سال 41 30 سالی بود میشود، 30 سالی پره قمری. بعدی دیگه امارت شروع شد، امارت معاویه رضی الله عنه. درباره فضیلت حضرت معاویه با شما صحبت‌های زیاده کرده ایم. الحال درباره فضل و بزرگی امام حسن سخن چند میگوییم و به انشاءالله وقتی نماز هم میشود نماز ادا خواهیم کرد. امام حسن رضی الله عنه از او جوان مردایی هست که حلم و بردباری و سخاوتش زبانزد خاص عام گشته بود. حالا ما میخوانیم که امام حسن 5 میلیون از معاویه طلب کرد. 5 میلیون بود کسا کرد؟ نه. 5 میلیون اگری برای عیش معیشت خودش استفاده برد؟ هرگز نه. اکثر کلی همین پولا بازل کرده است، خیر کرده است، صدقه کرده است. بغیر از این 5 میلیون معاویه بسیار حلیم بود. هر وقت که به حج می اومد، هر وقت که گزارش به سوی مدینه می افتاد، میلیون ها به امام حسن می داد، میلیون ها می دادش. اما همه امیر حضرت بازل میکرد. در روایات صحیحه اومده است، از جمله امام ذهبی در تذکرة الحفاظش ذکر میکند، در سیر اعلام نبلا نیز آمده است. میگه یک روز امام حسن از راه میگذشت، دید یک غلام زنگی یک نان در دست شای، یک پوره نان خودش میشکنه میخوره و یک پوره که دیگه میشکنه در پیش سگ میته، یک سگک در پهلو شیشتگی. بگو وی غلام چیکار میکنی؟ چرا حق خدمت یک روزه چقدر است؟ گفت اینم یک نان. آخی گفت این نیمی نان در سگ میتی کشته میمونی؟ گفت همین هم مخلوق خدا است، همین هم بیچاره گردنش کش کرده است، نزد ما اومده است که یگان چی بتی بشه از برای خدا. چخیر از گلوی من میگذره که سگ رسنه زبانش برو ورده است، گردنش کش کرده است، در پیش میستوده است. حضرت گفت یا لحظه صبر کن. رفت نزد مولای غلام، نزد صاحبش. غلام خرید، همون حولیه که غلام سگ طعام داد، حولی را خرید. آمد غلام آزاد کرد، همون حولی را هدیهش کرد. این غلام گفت، ای مولا گفت آخه همه مرا آزاد کردی، این خودش یک دولتی بزرگه، چرا اینقدر خراجات کردی، خونه را گرفتی؟ گفت وقتی من یک بنده خدا را میبینم که در حق یک مخلوق خدا اینقدر دلسوزی میکنه و غمخوری میکنه، مرگی من که من امکانیت داشته باشم کمک به این مرد نکنم. حضرت یک روز خانه اسامه آمد، اسامه پسری زید آمد که با کربتاه و مصیبتاه گفته است. بعد گفت چه کردی یا اسامه؟ گفت 60,000 درهم قرضدار شدم، 60,000 درهم قرضدار شدم، قرضدارو به سر من اومده است، نمیدونم چیکار کنم. امام رفت خونش 100,000 درهم آورد، گفت نه 60,000 درهم شد در قرضدارو بده، 40,000 شد نفقه فرزندات کن، نفقه عیالت کن. شخصی را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوست می داشت نمی‌سازه که این خیلی بیچاره و خوار و ذلیل باشه. هر کسی به مدینه منوره می اومده است از برای چیزی طلب کردن، پیش امام حسن می‌فرستادنش، یا نزد عبدالله ابن جعفر که برای همین دو نفر بسیار جوان مردتن، البته مراد اطلاع حاصل میکنند. اینه خیلی یک جوان مردی داشت، این خیلی بزرگی داشت حضرت، حقیقتا بسیارش میدادن، زیرا که شکل صورتش بر رسول الله صلی الله علیه و سلم شباهت داشته. صحابه پیغمبر وقتی میدیدنش از گریه رسست میشیدن. امام بخاری روایت میکند از انس ابن مالک، لم یکن احد اشبه برسول الله صلی الله علیه و سلم من الحسن ابن علی. هیچ شخص در دنیا به حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم از حسن فرزند علی شبیه‌تر نبود. و این جوانمرد بسیار حلم و بردباری داشت. بعضی به غیرت ها و به حمیت ها وقتی که ای خلافت سروری غلطی به طعنش میزدن، ملامتش میکردن، اما بسیار حلیم بود، بسیار بردبار بود.
ابن کثیر روایت میکنه که در مدینه منوره باره با مروان ابن حکم گپاشو گریخت. مروان ابن حکم والی مدینه بود. مروان ابن حکم سیاست بسیار کرد، دستش همه خیل کرده، به دست راست اشاره کرده، آرام است میگه. وقتی که حد گذرون با گفت وای حق، وای به حال، گفت ای مروان خوب در سر، اما سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم قال الیمین للوجه والیسار للمقعد. تو مگر سخن پیغمبر را نشنیدی که حضرت گفت دست راست برای روی، دست چپ برای قفا. و خونه سوخته اخورت بکنی اقلا به دست چپ نخورد که به دست راست نکن. چنان تأثیر کرد مروان ابن حکم که دیگه خاموش شد. تا وقت امام حسن زنده بود چیزش نمیگفت. وقت امام حسن از دنیا گذشت سال 49 هجری، و بعد روایات اومده که حضرت امام از زهر دادن و این زهر یک بار نه چندین مراتبه کم کم دادیم. و اکثر محققان میگن که شخصی که به امام حسن زهر داده است زنش به جعده بنت اشعث ابن قیس. به هر وجه امام حسن در عین جوش و خروش جوانی در سن 56-58 سالگی از همون زهر که به طعامش داده بودن از دنیا گذشت. و وقتی که از دنیا گذشت مروان ابن حکم زار زار گریست. امام حسین گفت که آخه تو بدبخت همون کسی نشتی که با امام حسن جنجال کرده بودی، دعوا کرده بودی؟ گفت بله، من با کسی دعوا کردم که حلم صبر بردباریش از همه کوه احد بزرگتر بود. یکم سخنم نگفت. بعد یکم بار شنیدی که من با امام حسن دعوا کرده باشم؟ نکردم. بسیار حلیم بود، بسیار بردبار بود، بسیار بزرگ مرد بود. در روایات اومده است بار میگه همراه رفیقاش نشسته بود. امام حسن بسیار زیبا لباس بود، زیبا صورت بود، بهترین لباس می پوشید. شکل صورتش بعد زیبا بود که دشمنا میدیدن حتی حسد میبردن. یک مرد از مردم شام به مدینه آمده بود برای زیارت روضه پیغمبر. دید اون معرکه را او جوان زیبا را، گفت کی چی کس است؟ گفتن این حسن است، پسر علی. از حسد و کینه لفظش آمد، پدرش و خچه دشنام داد. همین بدگهر دشنام داد. امام حسن گفت به فکرم تو مسافر هستی؟ گفت بله. جای خواب داری؟ ندارم. بیا گفت بریم. دفی بیهوده را چکار میکنی؟ تا ای سفر اومده گرسنه ماندگی، در این باد هوای گرم اوضاع به جا شدگی، عصبات خراب شدگی. بیا گفت برای من ترد بنان و طعام مهمانت بگیرم، انشالله خونه هم نکن، خونه در جات میکنم. آورد همون شخصی را که پدری بزرگوار دشنام داده بود، خودش دشنام داده بود، براش شرایط محیا کرد که دیگه بنده خاک پاش شد، محب امام حسن گشته بود. همون شخص حلم و بردباریش به همین درجه را میرسید حضرت امام. واقعا شخصی بزرگ سید است. پیغمبر خدا گفت ابن هذا سیدون، ای پسر من گفت سید است. حضرت ابو هریره در کجای میدید میگفت السلام علیکم یا سیدی، سلام بر تو ای سیدی من. به ابو هریره گفتن اوه چه سیدی تو است، تو غلام نباشی که ایتر آزادت کرده باشه. گفت من از زبانی گوهرباری پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که حضرت گفت ای فرزند من سعید است. سعید که باشه پس سعیدی ما هست. گفت در حدیث های صحیح اومده است پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و ابوهما خیر منهما. امام حسن و امام حسین سیدی جوانهای جنت هستند. سروری جوانهای جنت امام حسن و امام حسین هستند و پدرش علی از هر دوش بهتر است، زیرا پدرش است. حدیث امام حاکم در المستدرک به شرط شیخین روایت کرده است و امام ذهبی در تلخیص با او موافقت میکنه. حدیثی صحیح است. صحابه پیغمبر بسیار دوستش می داشتن. از حضرت امام جابر روایت میکنن در صحیح ابن حبان آمده است که حضرت گفت
من سره ان ينظر الى سید شباب اهل الجنه فلینظر الى حسن ابن علی، الى الحسن ابن علی. هر کسی که در همین دنیا میخواهد سروری جوانهای جنت ببینه، مرحمت حسن پسر علی را ببینه. این همین سید جوانهای جنت است. و این شخص بزرگ وقتی که از دنیا میگذشت به دادرش امام حسین وصیت کرد. دادر جان گفت مبادا قصاص من را طلب نکنی، مبادا شخصایی را که به ثبوت نرسیده است قاتل بدن شو با اونا دستی جنگ نزاع بداری. من گفت فردا روز قیامت از قاتلای خودم حق طلب میکنم در حضور پروردگار بزرگ، از قاتلا خودم شخصا گفت حق طلب میکنم. و همین شخص بزرگوار در سال 49 هجری از دنیا گذشت. امام حسین خواست که در پهلوی باباش در داخل حجره بی بی عایشه گراندش، زیرا همجا یک موضع خالی هسته. به نزد بی بی عایشه مادر مشخص فرستاد. بی بی عایشه رضی الله عنها اجازت داد. از حسن بالاتر گفت کی است. اما مروان ابن حکم همراه بنی امیه که در مدینه میزیستند همه سلاح پوشیدند و به اسب سوار شدند. گفتن قسم به خدا نمیگذاریم که امام حسن در اینجا گرانده شود. چی رقم میشده است که عثمان خویش ما در قبرستان بقیع گرانده شده است، امام حسن هم یارش ما در اینجا میگرانه در نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. و همه بنی امیه مانع شدن، نگذاشتن که امام حسن در نزد باباش گرانند. حالا امام حسن وقتی که همین وصیت کرده بود زنده بود، وقتی که دشمنی و عداوت اونا به گوشش رسید، خداوند ببینید چه حلم و بزرگواریش داده است. گفت یا حسین در بقیعه، در قبرستان بقیعه بر در نزد مادرم بگرانم. من نمیخواهم که مرگ من سبب نزاع جنگی بین مسلمانان شود. خیلی که در زندگیم نخواستم که بین مسلمانان به خاطر حاکمیت و آبرو و عزت دنیا جنگ نزاع شود، همچنین نمیخواهم که مرگم سبب جنگ نزاعی بین مسلمانان شود. ای کاش همه جوان مردای ما هم عقل فراست می داشتن. ای کاش که صلح صلاح ما از رفاهت خود، از وظیفه و منصب خود، از دنیای خود بالا میگذاشتیم. قسم به خدا در این صورت مسلمانان به تمام سیادت، به تمام بزرگی ها می رسیدند. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك یا ارحم الراحمین. برادرمون خورشید جان که عزم سفر اروپا کرده است، از اهل مسجد طلب دعا کرده است که در حقش دعای دست جمعانه کنیم. دعا میکنیم که پروردگار برادر از جمیع بلا و آفات نگهبان باشد و خداوند محبت به اسلام و به پیشوایان اسلامی بازم بیشتر زاییتر گرداند و جمیع مراد و مقصوداش حاصل گردانده و سالم و غانم به نزد اهل بیت بازگشتن براش نصیب گرداند. در حق برادرم استا یوسف و برادرش اسلام الدین از محله مهرآباد دعا میکنیم که خداوند جمیع مراد و مقصوداشون حاصل گردونه و پروردگار سعادت دارین نصیب روزیشون گرداند. در حق برادرم حاجی اسلام الدین که بسیار برادر محیب است دعا میکنیم پروردگار اولا در کسب کارش برکات عطا کنه و خداوند مساعدت کنه که هر مراد و مقصود داره برآورده گردن و پروردگار فرزنداش از جمیع بلا و آفات ارضی و سماوی نگهبان باشه. در حق برادرم بهادر دعا میکنیم که خداوند صاحب زن صالحه بگردونش. این همون برادری هسته که متولی مسجد بود 3 سالشی 4 سالشی دست جمعانه دعا میکنیم این صاحب زن نمیشه. مگر هم یک روز همه کسا روز جمعه به خونه شونه بریم مجبور شوی قد پول رسخود کنه با شاید که در فکری زنگیری بغلطه. خداوند و براش یک زن صالحه را نصیب روزی گردان و از زمانش فرزندای صالح به دنیا بیار. در حق برادرم حاجی بابا کلان
که پسرش در بیمارستان است پاهاش کار نمیکردیم، دعا میکنیم که خداوند برای فرزند این برادر و تمام فرزندای مسلمان، تمام برادرای و خواهرای مسلمان شفای کامل و عاجل عطا فرماید. خب در حق برادرای محله طوله دعای خیر کنه، میگه که مسجد بنا کرده ایستادیم، خوشا به حال شو.